سلام، شما خوبین؟ امروز آوردمتون توی کارگاه تولید کشک ترش طاهر شتره که به صورت کاملا بهداشتی و با عصاره زیر بغل همسر محترم که با ترکیب دامن جذب ثروت و دمپایی لاپایی بعد از استارت چرخ و بردن نام بودا شروع به تولید کشک ترش میکنن. بعد از اینکه چرخ جوش اومد، اتی صورتی نخودای چرخ کرده رو داخل چرخ میریزه که شونهشون کنه و بعد از اضافه کردن آب جدول عمومی خمیرا رو داخل کنتور برق میریزه. بعد که برق کنتور رو روی سه‌فاز تنظیم میکنن، کنتور رو واگذار میکنن به طاهر شتره که با دمپایی لاپاییایی که نماد کبد چربه مثل دستگاه CNC با کشکا خونه سازی درست میکنه. هی زان دلمی، ترکیبو ببین زوم بابا، با دامن جذب ثروت میلیارد روپیه تومان پول پارو میکنن. بردشوار طاهر شتره سلطان طلای بمبئیه، چون یه دامن جذب ثروت هم رو سرش کشیده و بی‌نیاز از مال دنیا. آخرم این دوتا بدبو کشک ترشا رو دستمالی میکنن که ترشتر بشه. بعد به واحد کنترل کیفیت میره که چون سرکن از کیفیتش کاسته میشه. نوش جان بمبئی.